دانشجوی تاجیک رخشان لطیفوف از سایت‌بندی‌های منظم در تاجیکستان خسته شده است. او به آموزش زبان‌های خارجی توجه دارد ولی ارتباط با دوستان خارجی توسط شبکه‌های اجتماعی و همچنین تماشای فیلم و گزارش‌ها با زبان خارجی در شبکه یوتیوب برای او غیر امکان است. من میخواهم عالم را آموزم. میخواهم حداقل دسترسی به یوتیوب را امکان پذیر میکردند. بگذار در آن نوارهای سیاسی و اقتصادی را راه ندهند. بگذار نوارهایی را که به دولتمان زیان میرسانند منع کنند. بگذار با محدودیت هم باشد این شبکه‌ها را برای ما باز کنند. این دانشجوی تاجیک میگوید ماه سپتامبر سال گذشته بعد آشوب سابق معاون وزیر مدافعه در تاجیکستان دسترسی به چندین سامانه و شبکه‌های اجتماعی محدود و یا کاملا قطع شد. شکایت رخشانه چیزی نوی نیست. کارشناسان میگویند تا زمانی که مقامداران ساحه علاقه و مخابرات درک نکنند که فضای مجازی یا ویرتوالی مرز و بوم تاجیکستان است وضع دیگر نمی شود. اسامیدین عطایف رئیس انجمن شرکت‌های دسترس کننده اینترنت تاجیکستان بر این نظر است که مسئولان خدمات مربوطه حکومتی خود را صاحب ملک فضای اطلاعاتی و حریم مجازی کشور حساب نمی کنند و تا زمانی که این جهانبینی تغییر نیابد نمی توان انتظار داشت که وضع بهبود می‌یابد. تا به حال اینترنت برای ما یک مخزنی، یک سرچشمه خارجی است که از اون ما می‌توانیم طلبات‌های الیمنتری خود را قانع گردانیم. عطایف می‌افزاید که بیرونشوی تاجیکستان از بنبست نباید تنها با ساختمانی راه‌ها محدود باشد، زیرا نشر معلومات درباره تاجیکستان هم یک وسیله بیرونشوی جمهوری از بنبست است، از بنبستی اطلاعاتی. وکیل مجلس نمایندگان بختیار سفرов سایت بندی ها و محدودسازی دسترسی به شبکه‌های اجتماعی را به مسائل امنیتی مربوط می‌کند. یک عالم مشهوری فیلسوف و حقوقشناس و تاریخشناسی عصر میانه گفته بود که هر یک آزادی حد دارد. حتی میگوید که مشت تو آزاد است، لیکن تا جای آزاد است که آزادی نوگی بینی من سر می شود. یعنی با مشت آزادی خود با بینی من خلل نکن. برای همین هم سامانه آزادی سامانه های اینترنتی هم در اون نقطه در سرحد ارزش های ملی، منفعت های ملی، بخطری امنیت، اخلاق جامعه از همه مهمش باید محدود کرده شود. احتمال برای تاجیکستان این خبر جالب باشد که پاکستان 19 ژانویه بعد موافقت با شرکت گوگل استفاده شبکه اجتماعی یوتیوب را امکان پذیر کرد. مقامات اسلام آباد 3 سال پیش پس از نشر فیلم بیگناهی مسلمانان که از طرف پیروان دین اسلام همچون تحقیر ارزیابی میشد، رسما فعالیت یوتیوب را در قلمرو خود منع کردند. اکنون بر پایه رضایت دو جانب نسخه محلی یوتیوب امکان می‌دهد که حکومت پاکستان طلب کند که مسئولان یوتیوب محلی نوارهای اغوا برانگیز و یا از نقطه نظر اسلامی نامناسب را از شبکه خارج نمایند. اسد عزیزی رهبر یک شرکت اطلاعاتی پاکستان میگوید که این قرار بازار اطلاعاتی را گرم خواهد کرد. من از قرار حکومت درباره امکان فعالیت یوتیوب خوشحالم. اکنون صاحبکاری مربوط با شبکه‌های اجتماعی رشد میکند. در گذشته ما مشتریان یوتیوب را از دست میدادیم. ما توسط سد شکن یا قفل شکن ها کار خود را پیش می بردیم، ولی مردم زیاد در این باره معلومات ندارند. حاضر که فعالیت یوتیوب باز شد، ما شاهد رشد بازار شبکه‌های اجتماعی می‌شویم. در تاجیکستان هم از استفاده قلف شکن‌ها آگاهی دارند. از آن استفاده هم می‌برند، ولی شاید بهتر می‌بود اگر هر سایت بندی و محدودسازی دسترسی به این و یا آن شبکه اجتماعی با احساس مسئولیت در نزد کاربران و شرح سبب‌های واقعی این تصمیم صورت می‌گرفت.